چه رقم بازار شما؟ خب ماشاءالله فعلا خیلی خوبه. خیلی خوبه. در این روزا ماشاءالله کارهای مدنا و بدخشان میره شغل زیاد. این داستان حاجی سخا چی بود؟ همین موتورا را چی کنه؟ چند روز پیش اینجا یک گلیدر داشتیم لیلام کردم تا به 8000. یک لک 20000 قیمتش هست. 1,20,000 دلار قیمت. بیننده عزیز سلام و وقت شما بخیر. امروز آمدیم با همکارا که یک گزارش معلوماتی را تهیه کنیم در ارتباط به اسکاواتور یا دقیقاً همون شاولی که مردم هرات بیشتر از استفاده میکنن. آمدیم تا نرخ و نوای از اینا را پرسان کنیم، مدل های از اینا را ببینیم و در کل یک گزارش خاص با شما تهیه کنیم. با ما باشین. دقیقاً من میخوایم که همه شاول در کل قیمت کنم و ببینم از کجا آمده، چه مشخصاتی داره. همراه ما صاحبی از این شاولا هست. سلام وقت شما بخیر. سلام علیکم. چی حال داریم؟ خیلی سر شما خوبه؟ چه داره؟ قربون. اسم شما؟ فرید وردک. خیلی خوب. چی شد که شما شاول فروش شدین؟ با خدا از 15 16 سال میشه که ما کار شاول میکنیم. 15 16 سال میشه. در هرات. بله. خیلی خوب. از زیادتر دوستا که دمی کسب است میشناسم ما را. حتی در کابل و در جایا در اینجا در هرات ما. شما از کجا هستین؟ اصلا از وردک. 15 سال میشه کار شما همینه درست؟ 15 سال میشه کار من شاول هستم. اگر لطف کنین به خاطر که هزاران نفر ما شما رو میبینن جهت معلومات ما میخوایم که در کل این موتورها را امی شاول ها را اینا را که هست در کل قیمتی داشته باشیم، ببینیم از کجا وارد میشه و چه مدل های است. همین رقم توضیح به ما بدین که چی شاول کوبلیکو حتی چی میگه؟ از آلمان آوردیم 2009 مدل است. از پاور از 305 است. هفته پیش را 40000 فروختیم. 40000 چی؟ 40000 دلار. 40000 دلار. یکی از وطندارای ما خریده با بادغیس میبره معدن گچ. این فروخته شده. یک ماه میشه یک ماه که آمده از آلمان. مدل رو گفتین چند؟ 2009 است. 2009. 2009 مدلش است. بزرگترین شاول یا بیلی که شما اینجا دارین کدام؟ دارم با گیراج دیگه دارم 700 است، تقریبا 75 تن است وزنش. او چند قیمتی؟ قیمت از 1,50,000 دلار. من در روبروی من متوجه میشم که نسبت به دیگه شاول ها یک شاول بزرگتر اینجا نه است. از دیگه کلانتر داریم. نه فعلا داخل است. فعلا اینجا سایستا. همونه نه؟ همون بزرگتر از است. تفاوت قیمتی هم است نه؟ 1,20,000 قیمتش است. 1,20,000 دلار قیمتش. بیننده عزیز با ما باشین تا به تصویر بکشیم و ببینیم اون چه خصوصیات داره. دقیقاً این مدل چنده و از کجا وارد شده؟ او کاترپیلر است، از امریکا وارد شده. مدلش 2012 است. اسکواتر بر معدن است که خاص کار معدن سنگ و اینا استفاده میشه. بجز از بیل دیگه چی بازی جی کمر بسته میشه. همین جی کمر بازی بسته. کمر منظور شما چیه؟ سنگ مشکلانه. امینه؟ همین جی کمر بازی بسته میشه. بیننده عزیز طبقی که به تصویر میبینین جی کمر خاصی اسکواتر نیست ولی از این کلانتر بازی بسته میشه. متوجه شدم. طبقی که به تصویر میبینین این شاول ها که هسته بر علاوه بیل بالاخره دیگه تجهیزاتی هم داره که توسط ازو سنگ میده میشه و بالاخره کفر میشه. خیلی خوب. گفتین قیمت ازو چنده؟ 1,20,000 دلار. از کجا اومده؟ از امریکا اومده. از آمریکا اومده. با جورآمد یا نه؟ خوب جرامت دار. چقدر؟ ماشین مرزان است برام. خب. کلی قبلا هم گفتم که مرا میشناسه از بازار کده همه ماشین مرزان است. مردم مرا میشناسه زیادتر که دمی کار شاولا هست همه مرا میشناسه. شاولا مرزان به خاطر که ما دست اول میاریم از آلمان. خودم میرم از اونجا میارم دست دوی تو چیز نیست. چه رقم بازار شما؟ خب ماشاءالله فعلا خیلی خوبه. خیلی خوب. در این روزا ماشاءالله کارهای مدنا و بدخشان میره شاولا زیاد. بیشتر مشتریای شما از کجا هستند؟ از بدخشان، از پکتیا، از خود هرات. امیال شاولا دارم برا فروخته شده. هیچ نرسیده. امروز به پیقدم ما کدام شاول فروختین؟ مشتری میاد منتظر هستن تل نفروخته. یعنی قرار شیرینی هم داریم؟ چرا نه؟ انشالله. با ما باشین بیننده عزیز. ما در روبرو خب باز فکر کنم این لودره نه؟ لودری کاتر 966 است. همینجا افغانستان کمی کار کرده. قیمت از 55,000 دلار است. 55,000 دلار. چه خصوصیات خاصی داره؟ 2006 مدل است. 2006 جی همین خصوصیاتش است. دیگه خصوصیات چیز نداره. مشتری شما که قراره بیای قرار چی بخره؟ یک اسکواتر میخره با بانگا گیراج پایین دارم اونجا دیگه جستر. شما شاوله. شاوله. مردم راست شاول میگه اسکواتر یعنی. از کدوم شاول قراره بخره؟ 250 است. نه قیمت 30,000 دلار است. 30,000 دلار. 30,000 میبره به معدن بدخشان میبره. من امروز از اینا شیرینی میگیرم حتما. خب با ما باشین. در اون قسمت بازم به یک شاول دیگه دیدم. شاول جرمنی است. این از خود من نیست برادر.
دوست استاد کردم اینجا برای فروش استاد کردم. قیمت از $20,000. $20,000. چرا این باز ارزان تر است؟ چلی دست باز این کمپانی را خوش نمیکنه. این مارکا پرزش نیست اینجا افغانستان. از او خاطر زیاد خوش نمیکنه. اونجا گلیدر داریم قیمت $16,000 است. اون از ماست. در کل ما را به تصویر میکشیم با ما باشین. در کل داخل از این فروشگاه که شما شاول میفروشین تمو نوترین یا مدل سال چنده؟ همین 2012 است. همین کاترپیلر 2012 و 2009 همو فوتوگراف بیشتر نشان داده. دیگه داریم برای 2017 و 18 داریم. کمی آیا؟ دوستان است. از کجا میاد؟ از آلمان میاد. از آلمان. شما قبل از اینکه مثلا یک شاول رنجگاه بفروشین به فرمایش یک کسی هم میتونین بیارین چیزی یعنی کدام وقت بیارین؟ اکثر دوستا میگه به ما اطلس بیار. بازم اونیش ما چی میکنه بازم رای شرکت ها اونجا دالمان ما چی هستیم پیدا میکنیم برشان میاره. چقدر زمان میبره تا یک شاول به اینجا برسه؟ 1.5 ماه طول میکشه. 1.5 ماه. خیلی. با کدام مشکل خبر نمیخورین؟ فعلا نه شکر نه. خب راحته. خیلی خوب. شما پیشتر گفتین در اون قسمت یک گلیدر داریم. گلیدر داریم. کمر سوسته. او چند قیمتیو؟ قیمتش 18,000. 18,000. 94 مدل است. $18,000. خیلی خوب. کدام دقیقاً؟ اینمی گلیدر کمر سوسته. بیننده عزیز با ما باشین تا ایره گفتین گلیدره؟ گلیدره. سرک جور میکنه. این سرک است. برای کارهای سرک است. اما همراهانی که ما تعقیب میکنن برنامه و دقیقاً با اینا آشنایی دارن میفهمن دیگه که دقیقاً چی است. این قیمت هایی که شما میگین قیمت های مقتونی است؟ نه با جرمه داره. یعنی هر به خاطر از اینکه معلومات بیننده ها بالا بالا تا چی اندازه ها داره؟ 17,000 میدیم آخری. یعنی در هر قیمتی که میکنین شما 1,000 1.5 2,000 3,000 تا 30,000 بیم پایین‌تر 5,000. ایت بعض وقت هست که اگر زیاد شغل استاد شو ارزان‌تر میدیم. اگر زیاد استاد شو زیاد با پایین کالای فروخته نمیشه. خب بازور ارزان مثل آجی سخاور لیلام میکنیم. موتورا که لیلام میکنه. این داستان آجی سخا چی بود؟ همین موتورا که چیکونه چند روز پیش اینجا گلیدر داشتیم لیلام کردم تا 8,000. همین تو جوری از گلیدر بود. یکم که زیاد استاد شد دیگه رسیدگیم نمیتونستم که ترفند بزنس و دیگه میتونی لیلام کردم 8,000 در روبرو بسیار اکتوار عجیب غریبی داره. کاترپیلر 988 میگه بر معدن هستیم. این زنجیر به خاطر معدن است. این مزیا که دوست است. خیلی خوب. میره در کل به تصویر میکشم قبل از اینا چی است؟ اینا ایستای تلر است. استلر اگه ایستا چی کنه بشکنه بازی تلر اینا از آلمان آوردیم. یعنی تجهیزات تلر. این موتور تازه از آلمان اومده. همین موتور همین کم یک نوع همین کم دافع سعی میکنیم. اینا به اصطلاح تکر شدگی چی است؟ نه جور است. مشکل نداره. این چی است؟ موتورش داف است. تلرش گوگل میگه. داخلش موتور اتیکو بر کردیم. خیلی. موتور اتیکو داخلش باراست. اونا را از کجا؟ از آلمان آوردیم. اونا را از آلمان. از آلمان خالص از کشورهای رومانیا، پولند و از اینا. واسه اروپا. قیمت ازی چنده؟ 1,10,000 $1,10,000. 988 این برای خاطر معدن است. به خاطر معدن. این چقدر بیل کلان داره؟ بیل کلان داره. زنجیرش هم به خاطر این سنگ معدن چیست. در اون قسمت اونا چی استاد؟ دیگه ماشین ارزان است. ارزانه؟ چلیده است. شما ارزان ترین شاولی که در کل دارین تا به چندی است؟ ارزان ترین یعنی پلان ندارم تا 10,000 12,000 تا 15,000 شاول داشتم ولی ندارم برای دارم. آل اطلس دارم قیمتش 15,000 است برای دارم. مردم ایراد خوش میکنه. مردم پرا خوش میکنه. معلوماتی که دادین. همراهان عزیز گزارش خاصی بود در ارتباط به شاول و لادر و اینا که بود. امیدوارم معلوماتی که میخواستین شده باشه. تا برنامه بعدی و گزارش بعدی بدرود.